بابا به نظر تو منطقیه که آدمی که همین الان تو این دنیا هست دل مرده بشه از چیزایی که به خاطرش خیلی زحمت کشیده دست بکشه به خاطر اینکه یه آدم دیگه میخواد بیاد تو این دنیا؟ چیزی که گفتی از سواد نم کشیده من خیلی بالاتر بود. من نفهمیدم. من میخوام درسمو هر جور شده تموم کنم. فکر کنم اول دل مادر بچه باید شاد باشه تا دل بچه‌ای هم که دنیا میاد شاد شه. دیگه اینجوری که اگه بنا باشه که باب به دنیا اومدن یه بچه بخواد آینده شهرزاد حروم شه که خب چرا چه فایده‌ای داره؟ دوست داره درس بخونه بره. البته مهم داستانشه. مهمه که داستان یه طوری باشه که آدم وسطش بگه خوب بعدش چی، نه که تهش بگه خوب که چی. ولی خب بسیاری به قصهش داره. میدونی قصه فیلم باید یه جوری باشه که آدم از خودش بپرسه که خب حالا بعدش چی میشه، نه که وقتی تموم شد از خودش بپرسه که خب که چی.